چه خبر خوبی؟ داداش میگم چند تا عکس آس دانلود کردم واسه پروفایل تلگرامم. همه شاخ، همه تیکه دار، همه گنگ، همه دپ. خب نظر بده کدوم بالاتر من اون یکی رو بذارم. بریم اومده ای اولی. نه آسم نه خواستم. فقط یه 10-70 با کلاسم. به آدم خیلی بود. به منم میاد دیگه نه؟ همین میذارم دیگه. بعدی این یکم دپه. میخوام یه تیپ بزنم خفن با پارچه‌ای به اسم کفن. بذاری دهنتو پر خون میکنم اینو بذاری. نذارم؟ اوکی می بعدی. به نام خداوند حکیم همه جفتند و ما تکیم. این وقت سینگل شدم میذارم دیگه. بعدی این معلوم میکنه کی دوسته کی دشمن. هر کی دوستم داره پروفایلش رو با هم ست کنه با یه قلب قرمز. هر کی دوستش باشه ست میکنه، دوستش باشه من میفهمم اون دشمن منه که با اون پروفایل ست نمیکنه دیگه. بریم بعدی. این مخصوص رفیقاه. خودم خاص رفیقام آس دنیا مال ماست چون بالا سرمون خداست. 4 تا قافیه تو یه عکس. میفهمی یعنی چی؟ بد نیست نمیشه. ایول. بعدی نمیتونی جام باشی نمیتونی بام باشی گفتم که در جریان باشی. بریم بعدی. من و عشقم حالمون خوبه حسودو در چه حالم. اینی گفتم وقتی ریل زدم میذارم حسودا پارشن قشنگ بهترگم. آخری و خیلی دپ گریت شاید در بیاد. صاحب این پروفایل مرد مبارک خیلی ها. سگ مرد. صاحب این پروفایل مرد. بابا این عکس‌ها الان موده.